روز چهارشنبه بر اثر ترکش ماشین‌های انتقال دهنده مواد سوخت در شهر چوریکور واقع در شمال و غرب پایتخت افغانستان کمش 15 کشته و 27 کسی دیگر مجروح شدند. ساکنان محلی میگویند که ماشین‌ها یا خود تانکرها منفجر شده اتوبوسی در نزدشان قرار داشته را نیز به کام آتش کشیدند. آنها طلب دارند که مقامات ماشین‌های بارکش را به شهر راه ندهند. خوی ما از دولت است، از والی محترم است که باید که میشار اگزرامیت چه بگیره که تو بی باندواری است، تو یک تانکرای چیز باید که از رای یک چیز دیگه دور بده تو در بین شهر نگردش که تو چیز با مردم بسیار خساره میکنه دیگه. به قول مقامداران امنیتی بمب را در ماشین‌های مواد سوخت چسبانیده بودند. آنها می‌افزایند که آتش گرفتن اتوبوس مسافربر شمار قربانی‌ها را افزایش داد. سخنگوی حکومت محلی وحید شهکار فوت 15 نفر و جراحت 27 کسی دیگر را تصدیق کرد. واقعا دیگه بود که ترالی آدم ما دیگه ما نزدیکش بودیم دیگه ما بالاش شد دیگه و خود راننده اتوبوس هم دیگه زیاد سرعت داشت دیگه که من در سرعت برم گفت دیگه واقع پیش آمد دیگه 3 تا از ما دیگه اینجا شهید شد دیگه ما دیگه فرار کردیم دیگه دستای ما چیزای ما سوخت دیگه خیش همینه دیگه. روز 31 اکتبر در نتیجه حمله انتحاری در کابل کمش 8 کس به هلاکت رسیده بودند.